سلام و ارادت دوستای نهایت گرامی. امروز تاریخ 3/9/1404 خوشبختانه اسکواتر پایینم بعد از یک توقف در روزه به صورت مجدد کارش آغاز شد و فعلا هم که اینجا در حال هموارسازی جای خیمه پایین است که خیمه در اینجا باید انتقال پیدا کنه و در آینده هم ما میتونیم به عنوان یک پارکینگ از این ساحه استفاده کنیم یا به عنوان یک تربرجده موتر دیگه. خیمه فعلا در اون ساحه در پایین هست که فعلا نمیتونه در اونجا بعد از این بشه، به خاطر که ساحه کار در این قسمت رسته و از اونجا اگه کار کنه دیگه اونمو سنگ مستقیم در بالای از او خیمه ماره.